بدن انسان دنیای بیکران از شگفتی‌هاست که هرچی درباره اون بدونیم کافی نیست و همیشه چیزی برای غافلگیر کردن ما خواهد داشت. همچنین بدن انسان شامل سر، گردن، تنه، سینه، شکم، دو بازو، دستها و پاها رو شامل میشه. یک نوزاد تا حداکثر 7 ماه میتونه به طور همزمان نفس بکشه و غذا بخوره. جمجمه انسان از 29 استخوان مختلف تشکیل شده. در همین لحظه که دارید این ویدیو رو میبینید 50,000 سلول بدنتون از بین رفته و سلول‌های جدیدی جایگزینش شدن. اثر انگشت جنین در 3 ماهگی شکل میگیره. مردی به نام چارلز آرزبورن 68 سال سکسکه میکرد. افراد راست دست به طور متوسط 9 سال بیشتر از چپ دست ها عمر میکنند. حدود 2/3 افراد هنگام بوسیدن سر خودشون رو به سمت راست کج میکنند. به طور متوسط هر فرد 90% خوابهای خودش رو فراموش میکنه. به طور میانگین نرخ تنفس افراد در بهار 1/3 بیشتر از فصل پاییز هستش. یک شخص تا پایان عمرش میتونه به طور متوسط حدود 150 تریلیون واحد اطلاعات به خاطر بیاره. حدود 80% گرمای بدن انسان از طریق سر از بدن انسان خارج میشه. هنگامی که صورتمون سرخ میشه، دنده بدنمون هم سرخ میشه. حداقل 700 آنزیم در بدن انسان فعاله. انسان‌ها تنها موجودات زنده زمینن که روی پشت خود میخوابن. یک کودک 4 ساله به طور میانگین روزانه 450 سوال میپرسه. تنها 1% باکتریا میتونن باعث بیماری انسان بشن. نه تنها انسان، بلکه کوالاها هم اثر انگشت منحصر به فرد خودشونو دارن. دندونها تنها بخشی از بدن هستن که نمیتونن خودشونو ترمیم کنن. هر فرد به طور متوسط به 7 دقیقه زمان نیاز داره تا به خواب بره. تنها 7% افراد چپ دست هستن. اگر موها در طول زندگی انسان پیوسته رشد میکردن، طول اونها به حدود 725 کیلومتر میرسید. وزن کل باکتری‌های بدن انسان حدود 2 کیلوگرم هستش. 99% کلسیم بدن انسان در دندون‌ها و استخوان‌هاش قرار داره. لب‌های انسان صدها برابر حساس‌تر از نوک انگشتان دستش هستند. نیروی کلی عضلات جونده در یک طرف فک انسان برابر با 195 کیلوگرم هستش. افراد هنگام بوسیدن 278 نوع باکتری مختلف رو به یکدیگر منتقل می‌کنند که خوشبختانه 95% اونها خطرناک نیستش. اگر تمام آهن بدن انسان رو جمع کنید، میتونید با اون یک چرخدنده کوچیک برای ساعت مچی خود درست کنید. هر فرد در طول عمرش حدود 1000 بار به طور کامل پوست‌اندازی میکنه. مصرف روزانه یک پاکت سیگار مانند اینه که در سال نصف فنجان چای مصرف کنید. ساختار بدن انسان تنها 4 ماده معدنی داره: آپاتیت، آراگونیت، کلیسیت، کریستوبالیت. مردان با قد کمتر از 1.3 متر و زنان با قد کمتر از 1.2 متر رو کوتوله در نظر میگیرن. ناخن انگشت دست حدود 4 برابر سریعتر از ناخن انگشت پا رشد میکنه. پیام عصبی در بدن انسان با سرعت تقریبی 90 متر در ثانیه حرکت میکنه. در هر ثانیه 100,000 واکنش شیمیایی در مغز انسان رخ میده. همه افراد در ناحیه پایین کمر خود گودی‌هایی دارند که در بعضی افراد واضح‌تر هستش. اگر یکی از دو قلوهای همسان فاقد یک دندون خاص باشند، قول دیگر هم اون رو نخواهد داشت. مساحت سطح ریه‌های انسان تقریبا مساوی با مساحت یک زمین تنیس هستش. موهای صورت مردان بلوند سریعتر از مردان مومشکی رشد میکنه. گلوبول‌های سفید خون 2 تا 4 روز و گلوبول‌های قرمز 3 تا 4 ماه عمر میکنن. زبون قوی‌ترین ماهیچه بدن انسان هستش. بدن نوزاد هنگام تولد حدود 300 استخوان داره، در حالی که بدن یک فرد بزرگسال 206 استخوان داره. روده کوچیک انسان زنده حدود 2.5 متر هستش، اما بعد از مرگ به دلیل شل شدن عضلات طول روده به 6 متر میرسه. ریه سمت راست نسبت به ریه سمت چپ هوای بیشتری دریافت میکنه. کوچکترین سلول‌های بدن یک مرد سلول‌های اسپرم او هستش. انسان هنگام خواب نسبت به زمانی که تلویزیون تماشا میکنه کالری بیشتری میسوزونه. زمانی که انسان لبخند میزنه 17 عضله اون و هنگامی که اخم میکنه 43 عضله درگیر میشه. اکثر افراد تا سن 60 سالگی نیمی از جوانه چشای خودشون رو از دست میدن. از نظر آماری تنها یک فرد در هر 2 میلیارد انسان به سن 116 سالگی میرسه. مرگ به دلیل کمبود خواب زودتر از مرگ به دلیل گرسنگی رخ میده. انسان با 10 روز نخوابیدن میمیره، اما مرگ در اثر گرسنگی معمولاً چند هفته طول میکشه. معده باید در هر 2 هفته ماده مخاطی جدید تولید کنه. در غیر این صورت خودش رو هضم میکنه. گرمای ایجاد شده از نیم ساعت واکنش‌های انجام شده در بدن میتونه نیم گالون آب رو به جوش بیاره. هر 2000 اخم یک چروک روی صورت ایجاد میکنه. اگر 3
سلول‌های موجود روی پوست انسان رو کنار هم بذاریم، طول آن حدود 6 متر میشه. مشکل فرو رفتن ناخن در گوشت پا ارثی هستش. استخوان‌ها حدود 5 برابر محکم‌تر از فولاد هستند. سرعت هوا در هنگام سرفه میتونه به 96 کیلومتر در ساعت برسه. قد انسان هنگام صبح 8 میلیمتر بلندتر از عصر هستش. به طور متوسط هر فرد در 24 ساعت 4800 کلمه حرف میزنه. 1% افراد نور مادون قرمز و 1% دیگه نور مادون بنفش رو میبینه. اگر در یک اتاق کاملا بسته گرفتار شدید، به دلیل کمبود هوا نمیمیرید، بلکه با مسمومیت بادی اکسید کربن خواهید مرد.